یه شب که هوا طوفانی بود و رعد و برق آسمون رو روشن میکرد، رضا داشت تو خونه تنها بود. یهو برق رفت و همه جا رو تاریکی مطلق گرفت. رضا ترسید و چراغ قوه رو برداشت. همین که چراغ قوه رو روشن کرد، یه سایه بلند و ترسناک رو دیوار دید که داشت حرکت میکرد. رضا جیغ کشید و چراغ قوه افتاد. صداهای عجیبی از بیرون میومد، انگار کسی داشت در رو میکوبید. رضا رفت پشت مبل قایم شد و نفسش رو حبس کرد. صدای باز شدن در اومد. رضا حس کرد یکی داره میاد تو خونه. از لای مبل نگاه کرد و دید یه موجود قد بلند با چشمای درخشان داره میاد سمتش. موجود نزدیک شد و رضا حس کرد داره خفه میشه. یه دفعه چراغ‌ها روشن شدن. رضا فهمید همه‌اش خواب بوده. ولی هنوز داشت از ترس میلرزید. اون شب تا صبح نخوابید و هر صدای کوچیکی رو میشنید، فکر میکرد اون موجود برگشته. امیدوارم از این ویدیو و داستانهای کوتاه خوشتون اومده باشه. لطفاً فالو و سابسکرایب کنید. و با لایک کردن باعث میشید بیشتر انرژی بگیریم و داستانهای دیگه بذاریم.